سلام. در این ویدیو میخوایم در مورد پمپ‌های انژکتور تکی یا به اصطلاح یونیت پمپ‌ها صحبت کنیم. اگر علاقه‌مند هستید پس با ما همراه باشید. از لحاظ لوازم داخل پمپ از نظر شاید کمی متفاوت به نظر برسه، اما از لحاظ عملکردی کاملا یکسان هستند. این مجموعه بارل و پلانژر داخل پمپ. اجزای داخلی این پمپ شامل شانه گاز یا کنترل رک، پرونده دندانه‌دار یا اسلیو، دلیوری والو هولدر، دلیوری والو، بارل و پلانژر، گاید فنر یا به اصطلاح استکانی، فنر، اسنپرینگ، سیت پایینی فنر، سیت بالایی فنر، فیلتر روغن، دفلکتور، گاردن بلاک، پیش قفل کنه بارل جلوی کتابشو میگیره و پیش قفل کنه شونه گاز که از غلطش شونه گاز جلوگیری میکنه. پوسته پمپ یا هوزینگ. روی این استکانی یا به اصطلاح گاید فنر ما دو تا شعار داریم. این شعارها علامت‌های پری استروک هستن. روی پوسته هم یک دریچه بازدید داریم که میتونیم این علامت‌ها رو اونجا ببینیم. یک علامت بر روی پوسته پمپ در محل دریچه بازدید قرار داره که ما میتونیم خطای روی استکانی رو بر این علامت منطبق کنیم. اگر علامت پایینی با خط روی پوسته منطبق بشه، در این حالت ما متوجه میشیم که پلانژر سوراخ رو بسته و در آستانه فشرده کردن سوخت قرار داره. خب این برای بستن شونه گاز. علامت روی شونه گاز توجه می‌کنیم، باید به سمت خودمون باشه. الان شونه گاز سر جای خودش می‌غلطه. با بستن پیش راهنما از حرکت غلطشیش جلوگیری می‌کنیم. حالا به علامت روی اسلیو توجه می‌کنیم که باید روی نقطه شونه گاز باشه. بعد سیت بالایی فنر و پلانژر توی سیت پایینی جا می‌زنیم و نصب. گاردن بلاک رو جا می‌زنیم. و بعد استکانی رو سر جاش قرار میدیم. یکی از راه‌های دیگه تنظیم پری استروک توی این مدل استفاده از پمپ سنج. ما میتونیم پمپ سنج کولیس رو بذاریم روی لبه بارل و انتهای ساق پمپ سنج کولیس روی پلانژر قرار بگیره. برای این پمپ اگر عمق از لبه بارل تا سطح پلانژر 26.5 میلیمتر باشه و علامتی که ما مشاهده می‌کنیم علامت پایینی و علامت روی پوسته منطبق باشه، پمپ به تنظیم. اگر بیشتر از 26.5 میلیمتر باشه به وسیله پیچ رگلاژ لیفتر این فاصله رو به 26.5 میلیمتر میرسونیم و در انتهای کورس خودش در بالاترین نقطه عمقش باید 2.5 میلیمتر باشه. نان ریتن والو یا دلیوری والو توی این پمپ به صورت ساچمه و فنره. سوخت موقع ارسال از مجرای بزرگتر وارد خروجی میشه و موقع برگشت از مجرای کوچکتر برمیگرده به قسمت داخل پمپ. هولدر دلیوری والو رو جا میزنیم و پیچا رو میبندیم. فلنج رو نصب میکنیم. دفلکتور رو نصب میکنیم. وظیفه دفلکتور اینه که بعد از انتهای تزریق به محض اینکه شیار مورد پلانژر روی مجاری ورودی سوخت قرار بگیره، سوخت پرفشار به سرعت با فشار از قسمت فشاری برمیگرده توی قسمت مکش و برخورد میکنه به دفلکتور و جریان سوخت رو منحرف میکنه تا سوخت با فشار پوسته پمپ برخورد نکنه و باعث سوراخ شدن پوسته پمپ به تدریج نشه و همچنین مانع کف کردن سوخت میشه. از بعد خودگی روی دفلکتور که نگاه کنید.
فیلتر لاین روغن رو نصب می‌کنیم. برای تنظیم این نوع پمپ ها هم میشه از لوله سرکج استفاده کرد. اگر در زمان تایم تزریق پمپ علامت پایینی به علامت روی پوسته منطبق نبود، به واسطه پیچ تنظیم روی لیفتر این اختلاف رو جبران می‌کنیم. به این صورت ابتدای موره رو آزاد می‌کنیم. با باز کردن این پیچ تنظیم ما می‌تونیم علامت رو به سمت بالا هدایت کرده و یا با صفر کردنش علامت رو پایین بیاریم تا به خط منطبق بشه و بعد در نهایت موره قفل رو صفر می‌کنیم تا تنظیمات ما فیکس بشه. این مجموعه لیفتر پمپ انژکتور هر یونیت مجزاست، شامل غلطک و مکانیزم آوانس یا ریتارد کردن اون یونیت پمپ. من با هر چه بیشتر شل کردن این پیچ مرکزی، یعنی هر چقدر پیچ بیشتر شل کنم، پیچ میاد بیرون‌تر و زمان تزریق سوخت من آوانس‌تر میشه و بعد از تنظیم آوانس کردن سوخت اینو نگاه ثابت نگاه می‌کنیم و موره قفلش می‌بندیم و در همین وضعیت فیکس می‌کنیم. با صفر کردنش هم خلاصی بیشتر میشه و زمان تزریق سوختمون بیشتر ریتارد میشه. لیفتر حرکت چرخشی بادامت پمپ سوخت رو به حرکت خطی برای پلنجر تبدیل میکنه. اجزای لیفتر شامل پوسته، موره تنظیم، صفحه قفل کننده، غلطک، دوش و شافت و تپیت پمپ انژکتور. مجموعه پمپ و لیفتر برای تنظیم تایم این نوع پمپ ها ابتدا موتور رو در وضعیت آوانس تزریق سوخت اون یونیت قرار میدیم. برای این نوع موتور 14 درجه قبل از نقطه مرگ بالاست. موتور رو 14 درجه قبل از نقطه مرگ بالا قرار میدیم و پمپ رو نصب میکنیم. بعد از نصب پمپ باید خط پایینی روبروی علامت روی پوسته قرار بگیره. اگر این خط روبروی پوسته قرار نگرفت، من با شل کردن این موره قفل و شل کردن پیچ داخل ارتفاع موره رو زیاد می‌کنم تا لیفتر به زیر اسلیوی به سلام استکانی برسه. در مرحله پریستروک همونطور که گفتیم پلنجر مجاری ورودی سوخت بارل رو در آستانه بستن کامل قرار میده، اما نه کاملا بسته. در این وضعیت یک روزنه خیلی کوچیکی باقی میمونه، بیشتر از اون روزنه کاملا بسته شده و سوخت در حالت تزریق قرار میگیره. در این وضعیت خط دوم روی این خط پایینی روی استکانی باید روبروی خط روی پوسته باشه. در اصل فاصله بین این دو خط برابر با قطر سوراخ مجاری ورودی و خروجی. ممنون که ویدیو رو تماشا